اسپکتر توی سال 1939 توی نیویورک به دنیا اومد. از بچگی عاشق موسیقی بود و خیلی زود فهمید که میخواد وارد دنیای موسیقی بشه. توی دبیرستان با دوستاش یک گروه کوچیک را انداخت و اونجا گیتار میزد. هنوز 20 سالش هم نشده بود که اولین موزیکش رو منتشر کرد و به صدر جدول رسید. اسپکتر خیلی زود فهمید که پشت صحنه بودن براش جذاب تره. برای همین وارد دنیای تهیه کنندگی شد و با هنرمندای بزرگی کار کرد. روش‌های خاص ضبط و تنظیم‌های معروف اسپکتر جوری بود که بهش وال آف ساوند میگفتن. این سبک باعث شده بود که آهنگ‌ها عمق و قدرت خاصی پیدا کنن. مثلا توی دهه 60 و 70 تمام آهنگ‌های معروف ردپایی از اسپکتر داشت. اما پشت این نابغه موسیقی یه شخصیت عصبی و کنترلگر وجود داشت. 3 فوریه سال 2003 فیل اسپکتر میزبان لانا کلارکسون توی عمارتش بود. لانا بازیگر و مدل معروفی بود که به خاطر نقشاش توی فیلم‌های دهه 80 شهرت پیدا کرده بود. اون شب همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه بعد از چند ساعت از خونه فیل صدای شلیک گلوله شنیده شد. اسپکتر اول همه چیز رو انکار میکنه و میگه این فقط یک خودکشی بوده. اما شواهد چیز دیگه ای رو میگفت. اول اینکه پلیس توی خونه اسپکتر یه عالم اسلحه پیدا کرد. دوم اینکه اطرافیانش میگفتن که فیل چندین بار با اسلحه آدما رو تهدید کرده. محاکمه فیل سالها طول کشید تا اینکه بالاخره توی سال 2009 به جرم قتل درجه 2 به حبس ابد محکوم شد. اون بقیه عمرش رو توی زندان گذرون تا اینکه بالاخره توی سال 2021 به دلیل مشکلات جسمی از دنیا رفت. خب بعدی راجع به کی باشه؟